روز 13 ایول در شهر دوشنبه به مناسبت 30مین سالگرد فعالیت برنامه مبادله پیشوایان آینده فلکس با تشبث شورای آمریکایی و دستگیری سفارات ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همایش تنتنوی دایر شد. در آغاز همایش مانوئل میکالر سفیر آمریکا در تاجیکستان سخنرانی نموده قید کرد که برنامه فلکس امکانیت فراهم می‌آورد تا مکتبچگان بالایاقت کشورهای گوناگون از جمله خوانندگان تاجیک دوام یک سال خوانش در عائله آمریکایی زندگی کرده در مکتب میانه آمریکایی تحصیل نمایند. دوام 30 سال عملی گردیدن برنامه مذکور بیش از 30,000 خواننده مکتب‌های میانه از تمام مملکت‌های جهان به آمریکا سفر کرده در عائله مقرره آمریکایی زندگی و در مکتب میانه تحصیل کردند. از جمهوری تاجیکستان شروع از سال 1994 تا این جانب در دایره برنامه فلکس بیش از 1000 خواننده مکتب‌های میانه به زبان آموزی فرا گرفته شدند، گفت سفیر. قید گردید که انتخاب خوانندگان با برنامه فلکس هر سال از ماه اوگوست آغاز شده در 3 دوره گذرانیده می شود. در دور اول خوانندگان صنف 11 به طریق آنلاین امتحان می سپارند. آنها 3 انشای کوتاه باید نویسند و به سوالهای تستی جواب گویند. در دور دوم خوانندگان به مصاحبه دعوت کرده می شوند. در دور نهایی داوطلبان سوالنامه را پر می کنند و نتیجه امتحانات را ماه‌های اپریل می انتظار می شوند. امان‌الله کریموف سردار ریاست مناسبت‌های بین‌المللی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گفت در دایره همکاری میان تاجیکستان و آمریکا در سمت معارف برنامه مذکور امکان فراهم می‌آورد که خوانندگان تاجیک برای بهتر نمودن سطح دانستن زبان انگلیسی به آمریکا رفته دوام 1 سال ادبیات، فرهنگ، تاریخ و دیگر عنصرهای زبان انگلیسی را از خود نمایند. و همگان معلوم است که امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در دایره چندین برنامه‌های تحصیلاتی فرهنگی یعنی که کار و فعالیت می‌نماید و مثال روشن و واضح این برنامه امروزه میباشد که این برنامه همگان می‌دانیم که نه تنها به جوانان اروپا حتی به جوانان آسیای مرکزی نیز امکان می‌دهد که مهارت و ملکه زباندانی خود را صیقل داده آینده باز در سطح ضروری از خود کردن زبان به ایالات متحده آمریکا سفربر گردند و در آنجا با عائله‌های آمریکایی از نزدیک از رسم و رسوم، از تاریخ، از آیین، از ادبیات و دیگر عنصرهای زبان به خوبی آشنایی پیدا کنند. گفته شد که همه ساله نزدیک به 2,500 خواننده مکتب‌های تاجیکستان برای اشتراک در برنامه فلکس کوشش میکنند. از این شماره 35 نفر انتخاب شده برای تحصیل و استقامت دوام 1 سال به آمریکا فرستاده میشوند. تمام خراجات سفر و تحصیل و استقامت رایگان میباشد. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان ضمن صحبت گفت فلکس نخستین برنامه حکومت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان است که از سال 1994 تا این جانب با موفقیت عملی شده ایستاده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جوانان را به آموزش زبانهای خارجی از جمله زبان انگلیسی دعوت میکنند که ما از این بسیار خرسندیم و به آن کس سپاسگزاری میکنیم. با نظرداشت همین در 8 شهر کلانترین تاجیکستان مرکزهای آمریکایی فعالیت میکنند که با آموزش زبان انگلیسی مشغولند. طریق این برنامه ما مکتبچگان تاجیک را به آمریکا سفربر میکنیم. بعد ختم آنها به وطن برگشته در ساحه‌های گوناگون کار میکنند. در انجام همایش ختم کردگان تأثیرات و برداشت‌های خود را از زمان روزگار و تحصیلشان در آمریکا نقل کردند. همزمان آنها درباره مخصوصیت این برنامه، امکانیت‌های آن، استفاده دانش و تجربه‌شان در تاجیکستان و شناسایی و دوستان نوشان در ممالک گوناگون عالم سخن گفتند. من همچون یک دختری عادی از میگویم ناحیه دوردست تاجیکستان همیشه آرزو داشتم که با کشورهای خارجی سفرنامه و برنامه فلکس برای من همچون بهترین امکانیت بود و وقتی من در مکتب آمریکایی تحصیل نمودم با عائله آمریکایی و این تأثیرات مثبت خود را تا به حال در حیات من دارد، در حیات امروزه و آینده من و با استفاده از فرصت مناسب مینداری به اندازه خود را به تمام دستاندرکاران این برنامه میرسانم. باید گفت که فلکس برنامه غیر تجارتی آمریکایی بوده
برای تبادل مکتبچه‌های صنف‌های بالایی میباشد که به خوانندگان بالایوقت تاجیک طریق رایگان امکان زندگی و تحصیل برای 1 سال در ایالات متحده آمریکا را فراهم می‌آورد.